صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفت که زمانی میشه سه چیز یافته نمیشه. یکم لا درهم حلال، درهم حلال یافته نمیشه. رفیقی که در برات بیست قطعی شاورد بیست برای جان بتا سر بتا بگن نه یه حقی خیلی نیست، اونطوری رفیق پیدا نمیشه. همون رفیق ترس ای پیش خنجر میزنن، ای پیش چی میزنن، یعنی اوجی بگو خبرای تر همون رفیق میدونم میره و تو در همون چی را جاسوسی مخبری میکنن، همون آدمی که در برت بگونه چیکار داره، چون میفهمه که تو قدی شیخانه تو نداره نروه. سید گفت گپی راست نمیشه. این الله مع الصادقین، خدا همراه صادقانه نیست. پروردگار امروز هم تا دروغه که دروغ هم خیلی شیدگیه که توبه کردن بسیار آدمای دروغ نمیدونن که لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر دروغگویان، دروغگو دشمن خدا. این چیز پیدا نمیشه. این سه چیز